در این ویدیو میخوایم به صورت کامل متاتریدر گوشی رو آموزش بدیم و اون دوستانی که سیستم ندارن بتونن توی متاتریدر گوشی ثبت نام کنن و به معامله گری بپردازن، یا اگر روی سیستم نصب دارید میتونید روی گوشی هم نصب کنید که مواقعی که بیرون هستید معاملات بازتون رو چک کنید و مدیریتشون کنید. پس اگر جدید هستید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی گذاشتیم یوتیوب بهتون پیغام بده و بیایید و ویدیو جدید رو نگاه کنید. خب دوستان، این آیکون متاتریدر 5 هست و اینو میتونید از داخل اپ استور واسه اون کسایی که آیفون دارن و یا از داخل فروشگاه پلی برای اون کسانی که اندروید دارن کلمه MT5 رو سرچ کنن و نرم افزار رو نصب کنن. همچنین لینک دانلود رو هم میذارم داخل دیسکریپشن که از اونجا هم میتونید نصب نرم افزار رو انجام بدید. ما توی ویدیوهای گذشته آموزش ثبت نام در بروکر رو گذاشتیم که لینک اون ویدیو رو همین بالا میذارمش و اگر ندیدید اول اون ویدیو رو ببینید که بعدش بتونید یک حساب داخل بروکر باز کنید و بعدش براتون اطلاعات حساب رو میفرسته به ایمیلتون و الان میریم که اون اطلاعات حساب رو وارد متاتریدر بکنیم. خب میریم داخل نرم افزار متاتریدر و یه همچین صفحه‌ای برامون نمایش داده میشه. این 3 تا خط تیره این بالا روش کلیک میکنیم و همچین صفحه‌ای رو ما میبینیم. اون بالا نوشته ورود به حساب موجود یا افتتاح حساب دمو که حالا اگر زبانش به زبان انگلیسی باشه یه خورده‌ای فرق میکنه. بذارید ما زبانش رو انگلیسی کنیم که بهتر متوجه بشید. ببینید اینجا وقتی این 3 تا خط تیره رو بزنیم با همچین صفحه‌ای روبرو میشیم و این get started رو روش میزنیم. وارد این صفحه که شدیم این بالا ببینید یک به علاوه هستش. ما روی به علاوه میزنیم و اینجا میایم اسم بروکرمون رو وارد میکنیم. بروکری که ما توی ویدیو گذشته توش ثبت نام کردیم بروکر لایت فارکس بود. لایت فارکس اینجا. خب بعدش یه همچین لوگوی میاد که نوشته لایت فارکس اینوستمنت لیمیتد. خب بعدش یه همچین لوگوی میاد که روش میزنیم و وارد این صفحه میشیم. ببینید توی این قسمت لاگین همون ورود به ترمینال رو میزنیم 56 04 812 و توی قسمت پسورد هم اون گذرواژه معامله‌گر رو میزنیم. بعدش میایم توی قسمت آخر اینجا نوشته لاگین. ببینید این باکس زرد رنگ نوشته لاگین. روی لاگین که بزنیم حسابمون برامون اینجا میاد. ببینید حسابتون برای اینکه مطمئن بشید وصل شده اولا اون مبلغی که شما به صورت دمو شارژ کردید رو این پایین براتون می نویسه. دوم این کنارش هم می نویسه دمو و اسمتون رو هم اینجا براتون می نویسه. خب دوستان این پایین رو اگر بهش توجه کنید ما یه چند تا گزینه می بینیم که اصلی ترین کارمون با این گزینه ها هستش. ببینید اولی از سمت چپ داره نمادها رو بهمون نشون میده. مثلا این بالا رو اگر شما نگاه کنید نماد آیودی USD یعنی دلار استرالیا به دلار آمریکا، بعدیش پوند به USD، یورو به USD، بعد دلار نیوزیلند به دلار آمریکا و حالا سایر جفت ارزهایی که داخل این بروکر هستش. ما از این بالا که یک دونه به علاوه داره میتونیم نمادها رو اضاف کنیم. اگر روش بزنیم کافی اسم نمادی که میخوایم رو بزنیم. مثلا ما میخوایم چارت شرکت تسلا رو بیاریم. ببینید همین که بزنید تس اینجا براتون مینویسه تسلا و شما میتونید روش بزنید و بیاریدش، اضافه میشه به اینجا به این صفحتون. حالا اگر خواستید که به طور مثال اینها رو پاک کنید یا
جابجاشون کنید. مثلا میخواید تسلا رو ببرید بالا، اینجا میزنید و میکشیدش به سمت بالا. یا اینجا میتونید یه نمادی رو اینجا، مثلا من اینو میخوام حذفش کنم، روی این سطل آشغالی که این گوشه بالا سمت راست هست میزنم و حالا مثلا نمادم رو انتخاب میکنم و روی این تیک گوشه بالا سمت چپ میزنم و نماد حذف میشه. خب حالا میخوام چارت یه نمادی رو بیارم، کافیه که روش نگه دارید یه همچین صفحه‌ای باز میشه. این بالا ما چند تا گزینه میبینیم. ببینید از بالا شروع میکنیم، نوشته نیو اوردر. نیو اوردر رو اگر روش بزنیم بهمون اجازه این رو میده که روی این نماد معامله باز کنیم. این بالا همون قضیه سل استاپ و بای لیمیت و سل لیمیت و این اوردرهای شرطی یا اجرای لحظه‌ای توی بازار هست که مفصل توی ویدیوی قبلی در مورد اینها صحبت کردیم که میتونید برید اونها رو نگاه کنید و کامل در مورد اینها متوجه بشید. اما اگر بخوام براتون به صورت خلاصه اینجا توضیح بدم، اینجا اولین گزینش مارکت اکسیکیوشن هستش که همون معامله توی لحظه رو میگه. یعنی اگر ما روی گزینه خرید بزنیم، قیمت بازار اونجا توی هر قیمتی باشه روی همون قیمت برامون معامله رو باز میکنه. این بای لیمیت و سل لیمیت و بای استاپ و سل استاپ هم معاملات شرطی هستن که مثلا شما میگید من توی این قیمت خریدار نیستم، میخوام برم توی قیمت بالاتری خریدار باشم بعد از شکست مقاومت، یا میخوام قیمت که بیاد پایین برسه روی مقاومت بعدش خرید کنم، که در مورد این 4 تا به صورت مفصل توی ویدیو گذشته توضیح دادم که دوباره لینکشو میذارم بالا و میتونید برید نگاه کنید و کامل متوجه بشید. این قسمت دومی، ببینید اینجایی که دورش خط میکشم حجم ما رو ازمون میخواد. میگه با چه حجم هایی میخواید شما معامله کنید. مثلا الان حجمش روی 1 هست که 1 میشد $100,000 آمریکا. مثلا اینجا می نویسیم 0.10 و قسمت بعدی که نوشته SL، اینجا استاپ لاس یا حد ضرر رو ازمون میخواد و میگه که حد ضرر یا حد سودتون رو اینجا، حد ضررتون رو اینجا وارد کنید و حد سودتون رو هم توی قسمت تیپی وارد کنید. خب میایم پایینتر. اینجا این پایین یه گزینه داره به نام بای و یه گزینه داره به نام سل. اگر روی بای بزنیم برامون معامله خرید باز و الان با همچین پیغامی ما روبرو شدیم که میگه مارکت کلوز، که میگه بازار سهام آمریکا الان تعطیله و ما نمیتونیم روی نماد تسلا معامله باز کنیم. خب مشکلی نداره، ما میایم مثلا روی پوند به USD یک معامله باز میکنیم، روش میزنیم و این نیو اوردر رو میزنیم. اینجا حجم معاملمون 0.1 میذاریم و گزینه بای رو میزنیم. اینجا می‌نویسه دان، یعنی معاملمون باز شد. خب وقتی معامله باز کردیم میایم داخل همچین صفحه. اینجا داره بهمون میگه که ما یک معامله باز کردیم روی نماد پوند به USD روی قیمت 1.350.11. میگه معاملمون بای بوده با حجم 0.1 یا همون 0.10 و اینجا هم میگه که یک قیمت الانش 1.3516 هستش. این کنار هم به همون درصد سود و ضررمون رو نشون میده. مثلا ما الان اینجا $1.40 رفتیم داخل سود، الان شد $2.30. حالا اینو بخوایم ببندیم کافیه روش نگه داریم و اینجا کلوز پوزیشن رو بزنیم و معامله رو اینجا این پایین کلوز رو بزنیم و معامله برامون بسته بشه. خب برگردیم سر این قسمت اول. خب دوباره روش میزنیم و دومین چیزی که اینجا میبینیم چارت هستش. ما اگر روی چارت بزنیم وارد چارت یا نمودار اون سهام یا اون جفت ارز میشیم و میتونیم از اینجا نمودارش رو نگاه کنیم که قسمت این نمودار رو هم جلوتر خیلی مفصل در موردش صحبت میکنیم.
این پایین گزینه هایی که میبینید، دومین گزینه چارت یک نمادی هستش. من اگر صفحه رو برش گردونم، خب من اگر صفحه رو برگردونم با همچین چیزی مواجه میشم. ببینید این گوشه برای من چند تا چیز داره نشون میده و این گوشه سمت چپ هم برام چند تا تایم فریم رو نشون میده. اینها تایم فریم ها هستن. مثلا ما تایم فریممون اگر روی H1 باشه، هر دونه از این کندل هایی که تشکیل شده وضعیت 1 ساعت رو نشون میده و یا اگر H4 باشه هر کدوم از این کندل ها، مثلا همین یک دونه کندل 4 ساعت زمان برده تا تشکیل شده، یا مثلا M15 هر کندل 15 دقیقه رو داره به همون نشون میده. اینها تایم فریم هاش هستن و گوشه سمت راست هم به همون یک سری مواردی داره که از بالا خدمتون توضیح میدم. ببینید این بالا به شکل به علاوه اگر روش بزنیم همون صفحه خرید و فروش برامون باز میشه. دومیش تنظیماتش هست. ما از داخل این تنظیمات میتونیم چارت رو تنظیم کنیم. به خاطر اینکه تایم این ویدیو طولانی نشه، بهتره اینها رو خودتون برید بررسی کنید و متوجهش بشید. مثلا اینجا روی کالر میتونید رنگ کندل هاتون رو عوض کنید. اگر این بالا من مثلا روی بلک آن وایت بذارم و دان رو بزنم برگردم، نمودار من به حالت سیاه و کندل های سیاه و سفید در میاد. خب سومین چیزی که بهمون نشون میده این تایم، ببینید اینو میگم ببینید اینجا این چیزی که اینجا دارید میبینید میتونه این تایم فریم ها رو ببره و به جاش نمادها رو بهمون نشون میده. اگر ما روش بزنیم جای این تایم فریم هایی که سمت چپ هستن به اینا میرن و به جاشون نمادها میان. اینجا رو ببینید مثلا تسلا و یا نماد آیودی یو اس دی یا پوند به یو اس دی، اون نمادهایی که ما توی صفحه اول داشتیم اینجا برامون میان که روی هر کدومشون بزنید نمودارش رو بهمون نشون میده. خب سومین چیز اینجا ما میتونیم اندیکاتور بیاریم، مثلا اندیکاتور مووینگ اوریج یا اندیکاتوری مثل مکدی و سایر اندیکاتورها که اگر مثلا روش بزنیم تنظیمات مربوط بهش رو انجام میدیم و گزینه دان رو میزنیم و میاد روی صفحه. خب اینجا دان رو میزنیم و میبینیم که این پایین اندیکاتور مکدی اومد که حالا بعداً مفصل در مورد این اندیکاتورها صحبت خواهیم کرد توی ویدیوهای تحلیل. پنجمین چیزی که میتونیم ببینیم اگر روش بزنیم، از اینجا ما میتونیم ابزارهامون رو بیاریم. ببینید هم میتونیم روی این به علاوه بزنیم و ابزارهایی که دوست داریم رو اد کنیم. مثلا من اینجا میخوام که یک دونه فیبو بیارم روی چارتم، فیبو رو اینجا میذارم و حالا میکشم به سمت پایین که بعداً این آموزش ها رو گفتم، این آموزش هایی که مربوط به تحلیل هست رو بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد. یا مثلا میتونید از اینجا خط روند رو بیارید و یک خط روند بکشید و کارهایی که مربوط به تحلیلگری هستش. خب سومین چیز همون نشانگر ما هست که مثلا میخوایم از این بالا ببینیم تا این پایین بازار چقدر اومده و ریزش کرده. ببینید اگر من روی این نماده بزنم، یک انگشتم رو جایی که من میخوام بذارم و انگشت بعدیم رو بکشم روی صفحه، به هم این پایین نشون میده. اون 20ش یا مثلا 16 الان شد، میگه که از جایی که من کشیدم حدود 16 تا کندل تا این پایین تشکیل شده و اونجا هم اندازه ریزش پیپ رو به هم نشون میده. خب ابزار بعدی اگر روش من بزنم میتونم این نمودارها رو به صورت میله‌ای ببینم. بعدیش کندل استیکه که کندل استیک خیلی بهتر هست و بعدیش هم نمودار رو به صورت خطی بهم نشون میده که بازم میگم کندل استیک خیلی بهتر هستش. خب میایم این پایین رو اگر شما نگاه کنید، ما میایم روی سومین گزینه.
سومین گزینه صفحه معاملات رو به همون نشون میده. اینجا ما میتونیم صفحه معاملاتمون رو نگاه کنیم که اون ویدیو که توی اون قسمتی که اومدیم معامله باز کردیم اینجا برامون معامله باز رو نشون داد و خدمتتون توضیح دادمش. خب البته اینم بگم که این بالا نوشته بالانس همون موجودی حساب ما هستش. خب اینجا این پایین چهارمین گزینه اگر روش بزنیم به همون هیستوری معاملاتمون رو نشون میده، یعنی تاریخچه معاملاتمون رو نشون میده. ببینید این همون معامله‌ای بود که ما چند دقیقه پیش باز کردیم و حدود $2 هم رفتیم داخل سود. ببینید از این بالا هم میتونید تاریخچه نمودارتون رو مثلا بگید آقا فقط مال امروز رو نشون بده، یا اینجا نوشته last week میگه مال هفته گذشته رو به هم نشون بده، که اگر من بزنم اینجا معاملات هفته گذشته توی این حساب رو به هم نشون میده. این سه تا معامله اول اون معاملاتی هستن که ما توی سیستم بازشون کردیم و اینجا باز نکردیم و این $2 آخر هم مال الان هستش. اینجا مثلا میگه یک دونه $6 ما رفتیم توی ضرر توی یورو به فرانک سوئیس، یه $14 هم رفتیم توی ضرر توی یورو به دلار آمریکا و یه $74 رفتیم توی سود توی یورو به USD و یه $2 رفتیم توی سود به پوند به USD. و اینجا هم حجم ها رو بهمون نشون میده، مثلا اینجا 0.10 و این پایینش هم که نوشته این بالا رو اگر نگاه کنید گفته یورو به فرانک سوئیس ما یک معامله باز کردیم که معامله‌مون خرید بوده با حجم 0.10 و روی قیمت 1.06560 و روی قیمت 1.06520 این معامله رو بستیمش. خب این بود از آموزش متاتریدر گوشی. ببینید دوستان، من تمام مواردی که لازم هست بدونید رو خدمتتون گفتم. چیزهای دیگه فکر نمی کنم زیاد به کارتون بیاد و یا اصلا شاید به کارتون نیاد، اما شما خودتون بعد از این که بیاید داخل این نرم افزار و چند تا معامله باز کنید و باهاش کار کنید و تحلیل هاتون رو توش انجام بدید و حالا اون چیزهایی که من اینجا نگفتم رو یاد میگیرید. امیدوارم همیشه پرسود و ثروتمند باشید. اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید روی دکمه سابسکرایب بزنید تا عضو چنل بشید. همچنین دکمه زنگوله رو هم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی گذاشتیم یوتیوب بهتون نوتیفیکیشن بفرسته و بیایید و ویدیو جدید رو نگاه کنید.